دسر نیستا، رنگینکه. بیایم با هم دیگه درستش کنیم. از اونجایی که مهمون داشتم و میخواستم یه چیز خیلی درجه یک و خوشمزه جلوی مهمونه عزیزم بذارم، با خودم فکر کردم و گفتم رنگینک بهترین گزینه است. برای درست کردنش به خرما و گردو نیاز داریم. هسته های خرما رو بگیرید و وسطش گردو بذارید. برای درست کردن مایه رنگینک نیاز دارید به یک لیوان آرد که اول تفت بدید تا خامی آرد کاملا گرفته بشه. بعد بهش مقداری روغن و 100 گرم کره اضافه کنید. برای اینکه حالا طعم و عطر خیلی بهتری داشته باشه بهش دارچین و هل رو هم اضافه کنید. درصد دارچین باید بیشتر از درصد هل باشه، اینجوری خیلی خوشمزه تره. حالا اگر دوست دارید مایه رنگینکتون مقداری شیرین باشه میتونید توی همین مرحله بهش مقداری پودر قند رو هم اضافه کنید. این هم از رنگینک ما. به به.